محبوب دلها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم روز از روزها مبارک نشسته بود، آنقدر گریان میکرد که حتی ریش مبارکش تر شده بود. فدایت شوم یا رسول الله، فدای آن چشمانت شوم یا رسول الله، فدای آن ریش مبارکت شوم که به خاطر امت تو اشک میریزانی. امروز نیست که آل امتت را ببینی، اما تو نیست یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. جبریل امین میرسد میگوید یا رسول الله چرا این گونه گریان میکنید، چرا این گونه اشک میریزید؟ رسول خدا میگوید با حال گناهان امتم افتادم. جبریل امین میرود پیش پروردگار میگوید چرا محبوب دلها گریان میکند، چرا رسول من گریان میکند؟ جبریل امین میگوید به حال گناهان امتش افتاده است. پروردگار با اون بزرگیش، با اون مهربانیش میگوید برو به حبیبم بگو، برو به محبوب دلها بگو که همه گناهان امتش را بخشیدم.